خدمت همراهان همیشگی پیج دکتر دیتیلر. امروز اومدیم با یه آموزش جذاب. میخوایم آموزش بدیم که شما چجوری شیشه ماشین رو سرامیک کنید. موارد مورد نیاز برای این کار: سرامیک شیشه، خمیر کلی، دستگاه روتاری و پد مخصوص شیشه که بهش میگن پد کرکی. خب دوستان، مرحله اول برای اینکه ما بتونیم شیشه ماشینمون رو سرامیک کنیم، اول باید شیشه رو خیس کنیم. من چون بدنه ماشین رو سرامیک کردم و قبلا این کارا رو انجام دادم، فقط با یه دستمال خیس شیشه‌مو خیس میکنم که بتونم بهتون توضیح بدم. بعد از اینکه شیشه‌تون رو کامل خیس کردید، باید خمیر کلیتون رو بردارید و به آرومی روی شیشه بکشید. خمیر کلی باعث میشه که جای شته شیره درختان و هر کثیفی که به شیشه چسبیده باشه کنده بشه و تمیز بشه. بعد از اینکه کامل شیشه ماشینمون رو خمیر کلی کشیدیم، بعدش دستمال میکشیم، پاک میکنیم و دوباره خیس میکنیم و میریم برای اجرای پولیش. ببینید، شما باید حتما پولیش مخصوص شیشه داشته باشید، یعنی با پولیش بدنه نمیشه. پولیشی رو تهیه کنید که حتما روش نوشته یه گلس رو داشته باشه. برای پولیش کردن شیشه حتما باید شیشه ماشین رو کاملا خیس کنید. همینطور که میبینید. حالا من چون بدنه ماشین رو سرامیک کردم، دیگه از گام آبپاش یا شلنگ‌آب استفاده نمی‌کنم. با یه دستمال خیس قشنگ شیشه ماشین رو کامل خیس میکنم و میام سراغ دستگاه روتاری، پد کرکی مخصوص شیشه و پولیش شیشه. ببینید، پولیش شیشه رو یه خط خیلی نازکم بزنید کفایت میکنه. به هیچ عنوان شیشه ماشین رو با دستگاه اوربیتال نزنید، چون اوربیتال علاوه بر اینکه حول محور خودش میچرخه، یه حرکت دورانی هم داره و باعث ضربه خوردن به شیشه میشه. از دستگاه روتاری استفاده کنید که فقط یه چرخش معمولی داره. بعد از اینکه کل شیشه رو پولیش زدید و از اینکه خط و خشاش برطرف شد مطمئن شدید، با یه دستمال جادویی شیشه‌تون رو خیلی آروم دستمال میکشید. ببینید، نگران این لکه ها و حالهایی که میندازه نباشید. شما وقتی با صبر و حوصله شیشه‌تون رو دستمال بکشید، تمام این لکه ها، هولوگراما و حالهایی که میمونه از بین میره. خب حالا میرسیم به مرحله اجرای سرامیک. یه دور دیگه قبل اینکه سرامیک رو اجرا کنیم، مراحل رو با هم مرور میکنیم. ببینید، ابتدا شما کامل شیشه رو تمیز میکنید. بعد از این کار شیشه‌تون رو کامل خیس میکنید و شروع میکنید به کشیدن خمیر کلی بار. بعد از اینکه کامل مطمئن شدید که تمام شیشه رو خمیر کلی زدید، دوباره یه بار دیگه شیشه رو خشک میکنید، مجدد خیس میکنید و طبق توضیحاتی که بهتون دادم تو مرحله قبل، شیشه‌تون رو پولیش میکنید برای از بین بردن خط و خشا و هولوگراما. مجدد بعد از پولیش که از دستمال کشیدن پولیشتون، حالا میرسیم به مرحله آخر و اجرای سرامیک. پد اجرای سرامیک دوستان فرق میکنه با پد اجرای سرامیک بدنه. سرامیک شیشه خود محلولش هم متفاوته، پس شما نمیتونید با سرامیکی که به بدنه میزنید شیشه رو پولیش کنید. ببینید، ابتدا پدمون رو کامل آغشته میکنیم به سرامیک شیشه. بعد از این کار به صورت تار و پودی شروع میکنیم به اجرای سرامیک روی شیشه ماشین. توجه داشته باشید که هیچ وقت دو مرحله روی سرامیک رو نکشید و یه مرحله تار و پودی که برید کفایت میکنه. مجدد میریم برای پولیش کردن مابقی شیشه. ببینید، به همین راحتی فقط کافیه که تار و پودی برید و هیچ وقت پدتون رو دوبار روی سرامیک نکشید. خب دوستان، همونجور که میبینید ما کل شیشه رو اجرا کردیم و از زمانی که کامل شیشه اجرا شد تموم شد،
شما باید دقیقاً 20 دقیقه زمان بگیرید و بعد از 20 دقیقه شروع کنید به پاک کردن. A few moments later. 20 دقیقه زمانی هم که باید منتظر میموندیم گذشت. حالا میریم برای پاک کردن سرامیک. ببینید سرامیک روی شیشه رو لطفاً به صورت دایره‌وار و خیلی آهسته پاک کنید. نیاز نیست فشار بدید، حتما با بار اولی که دستمال رو میکشید پاک بشه. یه چند از خیلی آروم و ملایم شروع میکنید به پاک کردن سرامیک از روی شیشه به این صورت که میبینید. این هم از اتمام کار سرامیک شیشه. حالا میریم برای تست آبگریزیش. این هم از تست آبگریزی شیشه. ببینید چقدر زیبا در حال سرخ خوردن است. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده و لذت رو برده باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتید آموزش‌های بیشتری از دیتیل براتون آپلود کنم، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و چنل هم سابسکرایب. بدرود.